مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، من امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد در این مستند ریل جدید پویان مختاری برای شما افشا بکنیم. خیلی‌ها از من سوال میکنن که آقا پویان مختاری با کی دوست شده، با کی ارتباط داره و یه 2-3 هفته‌ای بود یعنی دایرکت منو، پیام‌های واتساپ و تلگرام منو یه عده جر داده بودن که پویان مختاری با کیه. حالا ما امروز در این مستند با چیدن یک سری پازل ها کنار همدیگه به شما یک سری کد ها میدیم که خودتون متوجه بشید که پویان مختاری با کی در ارتباطه. اما قبل از اینکه من این موضوع رو بگم یه لطف بکنید اگر کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب نکردید دکمه قرمز رنگ این پایین هست نوشته سابسکرایب، اگر هم گوشیتون فارسی هستش روی مشترک شدن بزنید که ویدیوهای قبلی رو بتونید کامل ببینید، ویدیوهای جدید ما رو هم بتونید به لحظه تماشا بکنید. اگرم قبلا سابسکرایب کردید لطفاً یه کامنت بذارید که ربات تشخیص داده نشید، چرا که اونهایی که داخل ایران هستن از وی پی ان و فیلتر شکن استفاده میکنن و یوتیوب اونها رو ربات تشخیص میده. چقدر حرف زدم. باز لطفاً کانال پشت پرده رو اگه سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید. اما حالا میخوایم با چیدن یک سری پازل ها کنار هم دیگه رابطه پویان مختاری با این دختر خانم رو برای شما افشا بکنیم، ولی رابطه پویان مختاری یه چیزی تو مایه‌های ریختن قیمه ها تو ماستاست. چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ یعنی رفته با یه شخصی رل زده که کرکوپر و پشم یه ایران فکر کنم بریزه از این قضیه و برای اولین بار برای شما افشا میکنیم که پویان مختاری اونجوری که پازل ها نشون میده خانم سیده آناشید حسینی هستن. چی؟ سیده آناشید حسینی هستن. بله درست شنیدید، خانم آناشید حسینی یا بهتر بگم سیده آناشید حسینی که قبلا ایشون همسر سابق آقای امیر محسن مرادیان بودن، پسر یا بهتر بگم فرزند سفیر ایران در دانمارک که این قضیه هم خیلی اون زمانها سر و صدا کرد ازدواج این دو نفر رو. گفت بودن که حالا یا آقازاده هستش با خانم آناشید حسینی ازدواج کرد و خبرشون داغ شد. و اینستاگرام از ازدواج پسر یکی از سفرای ایرانی در یکی از کشورهای اروپایی در یکی از تالارهای شهرک غرب تهران دوباره نقد آقازادگی، تجمل، ژن برتر، تبرج و اشرافیگری را میان کاربران داغ کرد. سعی دارند به مخاطبان بگویند خرج مراسمشان بالا نبوده و تمام این دعواها از طرف کسانی است که با آنها دیدگاه سیاسی یکسان ندارند. این سوالات شما سوالات جالبی نیست. انتشار عکس‌های صفحه عمومی عروس آقای سفیر که به عنوان یک تبلیغ کننده مد و لباس در اینستاگرام معروف است به داغ شدن این انتقادها سرعت بخشیده، به ویژه قیمت‌های بالای برندهایی که ترویج و تبلیغ شرایط بد اقتصادی برای همه یکسانه. برای بسیاری از کسانی که به ماجرای پیش آمده معترضند، صرفاً این مورد خاص از تبرج و تبلیغ زندگی اشرافی در لابلای صفحات مجازی مهم نیست، بلکه نگاه کلی‌تری به اشرافیگری در نظام جمهوری اسلامی بود. بعد از اون هم پویان مختاری یادتون باشه با خانم نیلی افشار بود، جدا شد، بعد رفت با ریحانه پارسایی که با امیر محسن مرادیان دوست بودن و تو رابطه بودن. یعنی شما ببینید چه شیر تو شیر و چه چیز عجیب غریبیه این وسط. حالا ادعای ما چی هستش برای اینکه بگیم که خانم سیده آناشید حسینی با پویان مختاری دوست هستن؟ چند تا پازل برای شما میذاریم کنار همدیگه خودتون متوجه بشید. اول اینکه پویان مختاری خودش حالا تو استوری که یک بارم برای من ریپلای کرده بود گفته بود که اول اسم طرف سه هستش و حالا خیلی ها فکر میکردن که خانم سحر قریشیه یا یه شخص دیگه که من اشاره کردم که اول اسمش سه فامیلیش هم یه هستش که میشه سیده آناشید حسینی. حالا این نکته اول. یه آهنگ خونده بود پویان مختاری به اسم فدات شم. بیا بریم یه جایی که نباشه کسی، میدونم دلت نداره ترسی، حرفای مردمم نذاره تاثیر، عشق نداره مرزی. که توی هشتگ های این آهنگ اگر شما دقت بکنید اون پایین پویان مختاری رو هشتگ کرد و حرف آ که مخفف آناشید حسینی هستش و کلمه فدات شم اگر
آی فدات رو نگاه بکنید بازم با آی کلادار هستش که اشاره میکنه به خانم آناشید حسینی. اما پازل اولی که میخوایم براتون رو بکنیم دقیقاً عکس کاوری هستش که برای آهنگ فدات شم استفاده کرده. یک کمد به هم ریخته، یک اتاق به هم ریخته رو نشون میده که خانم آناشید حسینی هم میدونید که طراح لباس هستن و اشاره‌ای داره به یه شخصی که داره میاد تو زندگیش و احتمالاً میخواد این کمد به هم ریخته، این دل به هم ریخته رو صاف کنه. اما این کد اصلی نیست. کد اصلی این روسری بالای کمدی هستش که پویان مختاری اونجا تکیه داده و درست همین روسری روی سر خانم آناشید حسینی روی یکی از این عکساش هست، توی یکی از این عکساش هستش. این میشه کد اول. کد دوم هم آهنگی هستش که پویان مختاری خونده بود به اسم وان لاف که این دستی که توی کاور گذاشته یه مشکوکه، احتمالاً دست آناشید حسینی. اون حلقه توی دستم همون حلقه هستش که یک بار پویان مختاری وقتی با من لایو گذاشته بود این حلقه رو ازش رونمایی کرده بود. این میشه کد دوم. اما حالا به کدهای باحال‌تر هم میرسیم و شاید یه دونه بابا این چیزا شاید چیز جالبی نباشه. یه بار پویان مختاری رفته بود رستوران و یه عکس استوری کرده بود از خودش که توی یکی از محله‌های استانبول ترکیه بود و شما منظره پشت پویان مختاری و چراغ‌ها دقت بکنید. این عکس رو میذاریم کنار. حالا به این عکسی که خانم آناشید حسینی درست توی همون شب استوری کرده بودن در همون مکان هم شما اگر دقت بکنید درست نور چراغ‌ها شبیه هم هستش و در یک لوکیشن عکاسی شده و گویا با همدیگه رفتن یک شام مشتی و زدن توی رگ و به رابطه عاشقانه‌شون ادامه دادن. اینم پازل دوم. اما پازل سوم این دوتا استوری هستش که اگر دقت بکنید دقیقاً عکسی که پویان مختاری گذاشته با عکس تخت خوابی که خانم آناشید حسینی گذاشته شبیه همدیگه هستش و نشون میده که هر دو طرف حالا توی یک خونه هستن. البته این نکته سومی، این عکس سومی نمیشه 100% بهش استناد کرد، اما خب میشه گفتش که این هم یک پازل دیگه هستش. اما پازل بعدی این عکس هستش، استوری که خانم آناشید حسینی در اون یک سوتی ریز داد و البته استوریشو بعد از 1-2 دقیقه پاک کرد، ولی خب ما این وسط شکار کردیم. اونم این هستش که خانم آناشید حسینی همین چند روز پیش در ترکیه بوده و حتی سیم کارتی که استفاده کرده بوده گویا ترک تلکام بوده اگر اشتباه نکنم و عکسو بعد از اینکه خودش متوجه شده و سوتی داده بلافاصله پاک کرد. و باید ببینیم که در روزهای آینده خانم آناشید حسینی و پویان مختاری نسبت به این اسنادی که ما نشون دادیم چه واکنشی نشون میدن. پویان که عموما گردنگیریش ضعیف هستش و هیچی رو گردن نمیگیره و میگه که این چیزا نیست و این اتفاقات نیست، حالا شاید هم گردن بگیره. خانم آناشید حسینی هم که حالا بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. و کلا این دوتا شرق به غربن، یعنی فکر نمی‌کنم هر کسی این خبر رو بشنوه باور بکنه. یه نکته دیگه هم بود، یادم رفت، توی آهنگ وان لاوی که پویان مختاری خونده بود یه تیکش به گردنبند و چشهای رنگی اون شخصی که عاشقش هست اشاره میکنه که خانم آناشید حسینی هستش. گوش بدید. نمیخوام هیچ وقت خستشی از من، دنیا رو میدم به اگه میخوای، دست تو دست داریم به غریبه ها چیکار، با اون روژ قرمزت با اون نبجت کردم بند کارتیه با چشای سبزت. بله، به چشمای خانم آناشید حسینی هم اگر دقت بکنید رنگی هستش و خلاصه یک وضعیت عجیب و غریب رل تو رلی شده فضای مجازی پویان مختاری مثلا با ریحانه پارسا با امیر محسن مرادیانی که با خانم آناشید حسینی بوده، سید آناشید حسینی بوده، بعد آناشید حسینی با پویان مختاری. این چیز عجیب و غریب شیر تو شیری شده. نه دیگه، نه، این وضعیت درست نیست آقا، این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه، بیغیرتی تا چه حد، لاابالیگری تا کجا.
در مجموع امیدواریم که اتفاقات خوبی برای این دو زوج بیفته و ببینیم آیا تایید میکنن این خبر یا تکذیب. اما اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و برای ما کامنت بذارید. اگه خوشتون هم نیامد دیسلایک بکنید. حالا تو روزهای آینده سندهای بیشتری، اسناد بیشتری اگر به دستمون برسه یا با چیدن پازل ها کنار هم دیگه برای شما افشا خواهیم کرد این روابط رو. مرسی از شما.